چه کتابایی بخونید که کنکور زبان رتبه بالایی بیارید؟ برای کنکور زبان هم باید گرامر قوی داشته باشین، هم دیالوگات بالایی داشته باشین، هم ریدینگ خیلی خوبی داشته باشین که بتونین رتبه خیلی خوب بیارین. پس قبل از کنکور حتما متن کار کنید، دیالوگات خودتون رو که لغات خیلی تخصصی داره رو حتما تمرین کنید و گرامرها. بچه‌ها چون تستیه گرامرش نسبتا خیلی سخته و اینکه بعد شما انتخاب کنید از گزینه. بریم سراغ کتابا. بچه‌ها آکسفورد ورد اسکیل از 1 تا 3 بی‌نظیره برای وکابولری و اولش کلمات ابتدایی تر رو داره و بعدش پیشرفته میشه. برای گرامر به نظرم امریکن ها بی‌نظیرن، امریکن استارتر تا آخرش رو حتما بخونید و برای ریدینگتون حتما مقاله بگیرید، مقاله متفاوت تو سایت‌های متفاوت پیدا کنید و بشینید ترجمهش کنید. و آخرین نکته، اگر که تجربی ریاضی انسانی هم هستین حتما در کنارش کنکور زبان رو بدین چون خیلی مهمه و اینکه ممکنه که شما رتبه خوبی از طریق کنکور زبان بیارین و رشته دل بخواه خودتون رو برین.